دوستان عزیز، زندگی گفته، پول گفته، مال گفته، کار گفته، خودتون رو فراموش نکنید. یک دم ایستید، بینید در کدام حالت قرار دارید، در کدام سطح هستید. استراحت کردن رو آموزید. این به نهایت مهم است. شخصیت خود رو خوبتر و مکملتر کنید. بالای شخصیت خودتون از دیگر نظر نگرید و بینید که چه چیزا برای شما نمیرسد در زندگی برای خوشبخت شدن. زندگی این دریافت کردن خوشبختی است. اگر خوشبخت نباشید این همه کار و بار و زندگی و این خراب چیگام چیش فایده ندارد. خداوند نگهبانتان. آدم‌ها خوشبختی رو در هر چی می‌بینند. بعضیشون خوشبختی رو در داشتن پول و مال، بعضیشون در سلامت بودن پدر و مادر، بعضیشون در داشتن زن صالح، بعضیشون در داشتن فرزندان خوب، نیکوکار، بعضیشون در شخصیت خود. من همین رو میخوام گفت زنم که من خودم شخصا خوشبختی رو در روزگی خداوند میبینم. چون که اگر هر یک بنده کوشش کند روزگی خداوند رو به دست بیارد، همه اون چیزایی که من در پایان قید کردم، سالمی، پدر و مادر سالم، زنی صالح، فرزندان نیکوکار، بایگری، ثروت، همه چی خداوند شما رو میکرد، هم در این دنیا هم در اون دنیا. اگر که شما روزگی خداوند رو به دست آوردتون، شما خوشبختی را میدونید. سبب اساسی اون که چرا ما دویم غمگین هستیم، غم میخوریم در چی است؟ چون که ما با اون چیزی که نداریم دویم توجه همون به همون است. من شما در توصیه میکنم که تمام چیزایی که در زندگی ندارید برای یکم چه فکر نکنید. فقط چیزی که دارید فکرتون نسبت آن حوای روانه کنید و از آن همون چیزی داشتاتون شکر کردن یاد گیرید. بعداً خوشبختی میاد. بعداً در زندگیتون چیزی که ندارید بعد وای اویسویسو پیدا شدن میگیرن. میگم که این سال قزنویستانی خیلی کم نشید. اوزی بهار ندرامده وجه تایستان درامده. ده تا هوا گرمه که تا یک فوتبال که ای گرمی اچ میشه باور کنید. تاجیکستانی ما دیگه با